سلام به همه دوستان عزیز. خوش آمدید به یک ویدیوی دیگر از کانال آموزشی مکتب زبان. امروز قراره با هم یک عبارت خیلی کاربردی یاد بگیریم. Eine Anfrage stellen an. درخواستی را به کسی یا به جایی فرستادن یا ارسال کردن. یعنی وقتی میخواهی چیزی بپرسی، اطلاعات بخواهی یا تقاضا بدهی، از این ساختار استفاده می کنی. در زبان رسمی و اداری آلمان خیلی استفاده می شود. و حالا چند مثال. Wir haben eine Anfrage an die Universität gestellt, Informationen über das Masterprogramm zu bekommen. ما یک درخواست به پوانتون فرستادیم تا اطلاعاتی درباره برنامه ماستری بگیریم. Ich habe gestern eine Anfrage an das Reisebüro geschickt, mich nach Angeboten für eine Reise nach Spanien zu erkundigen. من دیروز یک درخواست به آژانس مسافرتی فرستادم تا درباره پیشنهادهای سفر به اسپانیا پرسجو کنم. Stellt eine Anfrage an die Personalabteilung, weil seine Arbeitsstunden ändern möchte. او یک درخواست به منابع بشری می‌فرستد چون می‌خواهد ساعت‌های کاریش را تغییر دهد. Sie haben eine Anfrage an den Kundenservice gesendet, ein defektes Produkt zu reklamieren. آنها یک درخواست به خدمات مشتریان فرستادند تا به یک محصول خراب اعتراض کنند. Wir müssen eine Anfrage an das Amt stellen, unsere Meldeadresse zu ändern. ما باید یک درخواست به اداره بدهیم تا آدرس محل اقامتمان را تغییر دهیم. Der Schüler stellte eine Anfrage an den Lehrer, ob das Referat verschieben darf. دانش آموز از معلم درخواست کرد که آیا اجازه دارد ارائه‌اش را به تعویق بیاندازد؟ Ich habe eine schriftliche Anfrage an die Botschaft gestellt, ein Visum für Deutschland zu beantragen. من یک درخواست کتبی به سفارت فرستادم برای درخواست ویزای آلمان. Die Firma stellte eine Anfrage an den Hersteller, ein Angebot für 100 neue Maschinen zu bekommen. شرکت یک درخواست به تولید کننده فرستاد تا یک پیشنهاد قیمت برای 100 دستگاه جدید دریافت کند. Für die Renovierungsarbeiten haben wir bereits eine Anfrage an einen Handwerksbetrieb gestellt, einen Kostenvoranschlag zu bekommen. برای بازسازی ما قبلا یک درخواست به یک شرکت فنی فرستاده ایم تا یک برآورد قیمت بگیریم. و حالا نوبت تمرین شماست. سعی کنید با این عبارت 3 جمله بسازید و در کامنت ها برایم بنویسید. یادتان نره که مفعول باید به حالت اکوزاتیو باشد. تشکر که تا اینجا با من بودید. اگر این ویدیو برایتان آموزنده بود حتما لایک کنید و کانال را سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی را از دست ندهید. تا ویدیو بعدی، خدا حافظ.